بدهکارم بابت تأخیرم در انتشار این پادکست و دلیلش هم این هست که من کلا اصولا سختگیرم در انتخاب محتوا و ارائه اون و اگر اون چیزی که خودم دلم میخواد واقعا من رو ارضا نکنه اون رو ارائه نمیدم، ضبطش نمیکنم و در نهایت منتشر نمیکنم. شاید تا حالا چندین پادکست من ضبط کردم و وقتی که خروجی کار رو گوش دادم برای خودم زیاد جذاب نبوده، به همین خاطر منتشرش هم نکردم. پس از این جهت من ازتون عذرخواهی میکنم. چند نفر از شما این جمله رو شنیدید که باید برای هدفت بجنگی؟ زندگی یک جنگی است نابرابر، پس باید برای هدفت بجنگی. جنگیدن. چند نفرتون تا حالا در مورد این موضوعی که الان مطرح کردم فایل صوتی شنیدید، کلیپ انگیزشی دیدید، تو محتوای آموزشیتون بوده این موضوع که باید برای هدفت بجنگی؟ خب عبارت جنگیدن برای هدف نه تنها در واقع میون ما نتورکرها مطرحه و ما خودمونم صحبت میکنیم توی جلساتمون، توی کلیپ های انگیزشیمون، نه تنها ما خودمون مطرحش میکنیم بلکه یه سری سخنران هم هستن که خیلی اینو ترویج میکنن که تا آخرین قطره خونت باید برای هدفت بجنگی و بلند شو و یه تکونی به خودت بده، بلند شو بجنگ، برای هدفت بجنگ. از این موضوعات، از این عبارات خیلی استفاده میکنن. حالا هدف من از تولید این پادکست آموزشی اینه که به شما یک نگرش و یک دیدگاه جدید بدم و در نهایت حق انتخاب رو به خودت بدم که از این دوتا دیدگاه، از این دوتا نگرش، هر کدوم که ازش نتیجه بهتری میگیری رو انتخاب بکنی و به کار بگیری. اول از هر چیز خیلی دوست دارم در مورد اهمیت کلام و تأثیر کلام در زندگی خیلی کوتاه البته باتون صحبت بکنم. عزیزان، در قرآن کریم حدود 27 بار در مورد اهمیت کلام صحبت شده. پس این موضوع خیلی مهمیه که انقدر در قرآن تاکید شده برش. یک کتاب بسیار زیبایی هم هست تحت عنوان 4 میثاق که این کتاب من خیلی دوست دارم، نوشته ی آقای دون میگوئل رویس، که میثاق اولش میگه با کلام خود گناه نکنید. خیلی اوقات ما از کلماتی استفاده میکنیم توی صحبتامون که نه معنی اون کلمه رو میدونیم، این یک. دو، و نه تأثیری که اون کلمه بر زندگی ما میگذاره رو آگاه هستیم و میدونیم. خب یعنی پس 2 تا موضوعه، نه معنیشو میدونیم که چیه، 2 تأثیرش هم نمیدونیم در زندگیمون چیه، که این کلمه‌ای که استفاده میکنیم در زندگی ما چه تأثیری بر سرنوشت ما چه تأثیری میگذاره. عیسی مسیح نبی خدا میفرماید که از کلام شما بر شما حکم میشه. یک کتابی رو من میخوندم خیلی زیبا هم بود، 4 اثر از فلورانس اسکابلشین، میگه کلام تو عصای معجزه‌گر توست، سرشار از سحر و اقتدار. پس بسیار بسیار مهمه که شما از چه کلماتی استفاده میکنید و چطور صحبت میکنید. حتی این شعار کوروشه که میگه پندار نیک، گفتار نیک و در نهایت کردار نیک. پس بسیار بسیار این موضوع مهمه. من خیلی نمیخوام وارد این موضوع بشم، کلید واژه رو به خودتون میدم و خودتون دوست دارم به روش تحقیق بکنید. پس کلام، صحبت کردن، طرز صحبت کردن ما بسیار بسیار بر سرنوشت ما، بر زندگی ما تأثیر گذاره. حالا با این پیش زمینه بیم در مورد جنگ صحبت بکنیم. تصویر ما از جنگ چیه؟ وقتی که کلمه جنگ رو میشنوید ناخودآگاه شما چه تصویری رو جلوی صورت شما میاره؟ جنگ واقعا چه تعریفی داره؟ اول بریم جنگ رو تعریف بکنیم و در نهایت میرسیم به این نکته که وقتی میگه آقا تو بیا بجنگ برای هدفت، بجنگ برای زندگیت، چه اتفاقی میفته؟ به یک درگیری سازمان یافته و غالباً طولانی مدت که بین دولت‌ها، ملت‌ها، گروه‌های دیگه انجام میشه که اصولاً با خشونت زیاده و تلفات جانی و مالی زیادی به همراه خودش داره جنگ میگن. پس در واقع تعریف کلمه جنگ اینه. ما استراتژی که در جنگ استفاده میکنیم اینه، ما در جنگ تمام هوشمون، ذکاوتمون رو به کار میبریم
تو بتونیم دشمنمون رو شکست بدیم. و این یه استراتژی واقعا درسته در کارزار، در جنگ. این درسته که تمام هوشتو به کار ببری، همه استعدادتو استفاده بکنی، تو دشمنت رو شکست بدی. خب و این استراتژی واقعا درسته. اما سوال من از شما امروز اینجا اینه که ما در بیزنس و کسب و کار، به ویژه در نتورک مارکتینگ، واقعا باید با کی بجنگیم؟ مگه ما در جنگ قرار داریم؟ واقعا وقتی کلمه جنگ رو میشنوین چه احساسی به شما دست میده؟ چه تصویری جلوی چشمتون میاد؟ در یک صحنه جنگ طرف مقابل ما کیه؟ احسن، دشمن ماست. با دشمن خودمون در واقع میجنگیم، نه با دوستمون. اما در نتورک مارکتینگ طرف مقابل ما مشتری ما، دوستای ما هن، خانواده ما هن، عزیزای ما هن. ما با دوستامون نمیجنگیم، ما با دشمنمون میجنگیم. ما با دوستامون هیچ وقت نمیجنگیم، ما با دشمنامون میجنگیم. پس چرا استفاده میکنیم از این کلمه؟ چرا این نگرش رو داریم؟ یا بجنگ با کی؟ قرار با کی بجنگیم؟ با هدفم بجنگم؟ با مشتریان بجنگم؟ با لیدران بجنگم؟ یا با زیر مجموعه بجنگم؟ قرار با کی بجنگیم؟ ما مگه جنگ داریم با کسی؟ وقتی که ما استراتژی جنگ رو مد نظر خودمون قرار میدیم، وقتی از کلمه جنگیدن استفاده میکنیم، ناخودآگاه ما اصلا فکر نمیکنه، فقط رفتار نشون میده، فقط اکشن نشون میده، فقط فعالیت از خودش نشون میده. ما با کسی جنگی نداریم. حالا این تفکر از کجا شروع شده؟ هر چیز مربوط میشه به کودکی، خوشبختانه متاسفانه هر چیزی، هر رفتاری که از ما سر میزنه، هر صحبتی که از خودمون ارائه میدیم، برمیگرده به گذشته ما. این طرز تفکر جنگیدن و رقابت، برتری جویی، برمیگرده به کودکی ما، برمیگرده در اتفاقاتی که در کودکی ما رخ داده. به طور مثال یک نمونه براتون میگم. توی مهد کودکایی که در ایران هست، یکی از بازی‌هایی که اونجا وجود داره اینه که 9 تا صندلی میذارن و به 10 تا بچه میگن هر کسی که نتونه برای خودش جا پیدا بکنه گرگه. شما فرض کن 9 تا صندلی و 10 تا بچه. به این بچه‌ها میگن هر کدومتون اگر نتونستید برای خودتون جا پیدا کنید گرگید. یعنی نفر آخر بازنده است. خب و گرگ محسوب میشه. و حالا ادامه بازی. حالا وقتی بازی شروع میشه، بچه‌ها همدیگه رو هول میدن تا خودشون بتونن روی صندلی بشینن. یعنی رقابت میکنن، این اونو هول میده، اون اینو هول میده که بتونه روی صندلی بشینه. همه ما اصولا با این بازی آشناییم و نمیدونیم که وقتی داریم این بازی رو انجام میدیم یا بچه‌هامون دارن این بازی رو انجام میدن، از بچگی داریم بهشون یاد میدیم که هر کسی باید به فکر خودش باشه، باید بجنگی برای خواستت. اینجا جنگله، بخور تو خورده نشی، بکش تو کشته نشی. و این رو شما خیلی خوب میبینید در اقتصاد ما، در اجتماع ما، در فرهنگ ما. اون بذر کاشته میشه و اون بذر میوهش میشه اون چیزی که ما داریم الان در جامعه خودمون میبینیم. اما در ژاپن، در مهد کودکایی که در واقع ژاپن هست، همین بازی انجام میشه، اما برعکس. 9 تا صندلی میذارن و به 10 تا بچه میگن اگر یکی از شما، اگر فقط یکیتون جا نشید، همتون بازنده اید، کل تیمتون بازنده است. و بچه ها همه تقلاشون رو میکنن، همه وجودشون رو میذارن، همدیگه رو جوری بغل میکنن که یه تیم 10 نفره رو 9 تا صندلی جا بگیرن و کسی بدون صندلی نمونه. بعد 10 نفر رو روی 8 صندلی، بعد 10 نفر رو روی 7 تا صندلی و همینطور تا آخر. و میگه اگر جا نشید تیمتون باخته، همتون باختید. مثل تیم فوتبال. من خیلی وقتا مصاحبه‌ای که با مربیان فوتبال انجام میشه رو نگاه میکنم آخر. مثلا آقای کیروش صحبت میکنه یا آقای افشین قطبی، یادش بخیر، زمانی مربی پرسپولیس بود، صحبت میکرد، میگفتش که ما تیممون باخت، ما ضعیف عمل کردیم. نمیگه خط دفاع ما خراب کرد، نمیگه هافک ما خراب کرد، نمیگه حمله ما خراب کرد، نمیگه دروازه مثلا دروازه‌مون خوبی نبود. میگه ما باختیم، ما تیممون باختیم، ما ضعیف بازی کردیم،
ما ضعیف عمل کردیم. هیچ وقت اشاره مستقیم به یه شخص خاص نمیکنه. میگه ما باختیم. نشونه بارزش هستی که شما نگاه کنید این طرز تفکر جنگیدن و خود برترجویی شما در ورزش ما ببینید که ما چقدر واقعا روحیه تیم ورک و کار تیمی داریم. ما اصولا تمام رشته هایی که انفرادی هست رتبه‌های خوبی داریم، مثل کشتی، مثل وزنه برداری، مثل تکواندو، مثل وشو، مثل سانشو، خب مثل کاراته. تو این رشته ما رتبه‌های خیلی خوبی داریم. اما بازی گروهی مثل فوتبال ضعیفیم، بسکتبال چندان قوی نیستیم، والیبالمون فقط قویه. یعنی روحیه تازه والیبالمون هم چند سالی هست که قوی شده به خاطر تغییر سرمربی و تغییر نگرشی که سرمربی به بچهای تیم ملی داده. ولی اصولا تو کار تیمی ضعیفیم. دوست داریم ما برنده باشیم، دوست داریم ما برتر باشیم، دوست داریم اسم ما بپیچه، خب اسم ما سر زبونا باشه. دوست نداریم تیممون برنده بشه. همیشه دوست داریم اسممون مهمتر از اثرمونه. اسم برامون اینکه اسممون بمونه مهمتر از اینه که اثرمون بمونه. در واقع امضامون بمونه، اثری که میذاریم بمونه. و این ریشه داره در آموزش هایی که در کودکی توسط پدر مادر و جامعه گرفتیم. پس من اینو خواستم اول بهتون بگم که ما در جنگ نیستیم، ما با کسی سر جنگ نداریم. طرز تفکر جنگیدن باعث میشه که خیلی این اتفاقاتی که شماها شاهدید اصلا نیازی نیست من مطرحش بکنم توی تیم ها اتفاق بیفته. این تیم با اون تیم میجنگه، این شرکت برای اون شرکت شاخشونه میکشه، این یکی تیم برای اون یکی تیم شاخشونه میکشه و فقط با لاتبازی و با اصطلاحاتی که اصلا آدم شرمش میاد مطرح بکنه. شما مأمورید. من یه وقتی پیش عکسی توی تلگرام و اینستاگرام گذاشتم، آقا شما مأمور، شما نه فروشنده نه بازاریابی، شما مأموری. شما ویترین آموزشی خانواده 1 2 شرکتت هستی. تو مأموری. مأمور به چی؟ مأمور به این که اول سبک زندگی و استاندارد زندگی خودتو بیاری بالا و در نهایت سبک و استاندارد زندگی خیلی از آدم رو شما بیاری بالا. پس شما مأموری. این که ما چطور صحبت میکنیم، این که ما چه لباس هایی رو میپوشیم، چه سبکی لباس میپوشیم، حتی سبک آرایش موامون چطوره. حالا برای خانوما به یه شکل دیگری، برای پسرها به یه شکل دیگری. اینا همه تأثیر داره در نگاه مشتری، در نگاه اون فردی که اون بیرون داره به ما نگاه میکنه. من در پادکست لیدرم گفتم وقتی که یه آقایی، شما توی اتاقی هستی،
احساسی بهت دست میده و چه تصویری جلوی صورتت میاد. وقتی شما استراتژی جنگ رو پیگیری میکنی، فکر میکنی باید با یکی بجنگی، برای خودت دشمن تراشی میکنی، یه تیم دیگر رو بر علیه خودت میشوری، یه شرکت دیگر رو بر علیه خودت میشوری. الان کانال‌های تلگرام پر شده از بیانیه‌های صوتی بین شرکت‌های مجوزدار با شرکت‌هایی که مجوز ندارن. این برای اون شاخشون رو میکشه، اون برای این شاخشون رو میکشه. خب یه نفر وقتی از بیرون شما رو نگاه میکنه چی میگه اینا خودشون با هم درگیری دارن. پس چه تفاوتی بین این بیزنس و بیزنس سنتی است؟ پس اونی که رابرت کیوساکی که تو تجارت قرن 21 میگه آقا جان این تجارت فرق میکنه با تجارت‌های دیگه. تو تجارت‌های دیگه همکاراش زیرا به همدیگه رو میزنن، ولی این اتفاق نمیفته در نتورک. پس چرا ما این شاهد این موضوعات هم هستیم؟ اینا همش به خاطر ذهنیت و نگرش جنگیدنه. چون تو جنگ گل بلبل نیستش که، اما بازی. عرض کردم در قرآن 4 بار عبارت بازی تکرار شده. یعنی زندگی شما، دقیقا این آیه میگه زندگی شما چیزی جز بازی و سرگرمی نیست. هذا الحیات لهو و لعب. میگه زندگی شما، زندگی دنیا چیزی جز سرگرمی و بازی نیست و زندگی اصلی و زندگی واقعی بعد از رستاخیزه. بگذاریم وارد موضوعات معنویش نمیخوام، من تا همینجا با این موضوع کار داشتم. پس زندگی ما بازی. حالا این بازی قوانین داره. خب ما قرار نیست کسی اینجا نابود کنیم، ما قرار نیست اینجا با کسی بجنگیم، ما داریم بازی میکنیم. خب تو زندگی داریم بازی میکنیم. خب حالا این بازی برای خودش قوانین داره، قواعد داره. اگر طبق قوانین و قواعد بازی بکنی برنده مسابقه، اما اگه طبق قوانین و قواعد بازی نکنی فقط میبازی و میتونی دوباره از اول شروع کنی، نابود نمیشی. اما ما در جنگ اون دشمن رو، اون مخاطبم روبروم رو نابود میکنیم. یا نابود میشه یا دیگه عقب نشینی میکنه، فرار میکنه، یعنی شکست رو میپذیره. اما اینجا قرار نیست این اتفاق بیفته. ما اگه طبق قوانین بازی کنیم برنده هستیم، اگر طبق قوانین بازی نکنیم فقط بازنده ایم. خب و میتونیم دوباره از اول بازی کنیم. چقدر ذهنیت خوبی به شما میده که زندگی بازیه، زندگی سرگرمیه. خیلی از مشکلات حذف میشه، خیلی از نگرانی ها حذف میشه. در قرآن خداوند میفرماید اولیای خدا لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اولیای خدا نه ترسی دارن نه غمگین میشن. ما معمولا از چی ترس داریم؟ از آینده ترس داریم. خب و غمگین نمیشن. ما نسبت به چی غمگین میشیم؟ نسبت به گذشته. ما از گذشته که نمیترسیم، ما از آینده میترسیم و به خاطر گذشته غمگین میشیم. آقا فلانی از دست دادیم، فلان کسب و کار از دست دادیم. حالا قرآن میگه اولیای خدا لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. نه غمگین میشن نه میترسن. خب یعنی در لحظه زندگی میکنن. تو یه آیه دیگه میگه که اذا اصابتون مصیبت، کسایی که بهشون مصیبتی وارد میشه، قالوا انا لله و انا الیه راجعون. میگن ما مال خداییم و به سمت خدا برمیگردیم. این مسئله مشکلی نیستش که این مشکل یا این بظاهر ناخواسته چیزی نیستش که بخواد مثلا ما رو متحول بکنه. ما مال خداییم و به سمت اونم برمیگردیم، نگرانی نداریم. حالا این قوانین این بازی و قواعد این بازی چیه؟ خیلی موضوع طولانیه. من کلیه این صحبت‌ها رو در دوره سلاطین بازاریابی شبکه‌ای توضیح میدم. فرصت نیست من همه این موضوعات رو بخوام اینجا بگم. زمان ما به ما اجازه نمیده که من همه اون موضوعات رو بخوام بیام توی فایل صوتی بگم. چند تا از دو سه تا از مواردی که نیاز به توضیح زیاد نداره و نیاز به تکنیک فرمول خاصی نداره من خدمت شما اینجا عرض میکنم و بقیه این موضوعات رو در دوره سلاطین به جزئیات با تمرین عرض خواهم کرد. من خیلی خوشحالم موضوعاتی که من توی دوره سلاطین مطرح میکنم. خیلی خوشحالم که چند نفر از دوستان به منم اطلاع دادن که در آموزش‌های تیمی خودشون دارن استفاده میکنن و نتایج خیلی خوب و قابل قبول و شگفت انگیزی بچه‌ها دارن میارن. من از این موضوع واقعا خوشحالم. من یک برنامه‌ای که دارم اگر واقعا خدا کمکمون بکنه من
دوست دارم که این آموزش ها و این آگاهی ها رو به زودی در دوره های حضوری بخوام مطرح بکنم و مطمئنم این آموزش ها انقدر پاسخگو هست و انقدر جذاب هست، انقدر جدید هست و در نهایت انقدر نتیجه بخش و کاربردی هست که روزی خواهد رسید که تمام مدیران شرکت های بازاریابی شبکه‌ای از ما درخواست خواهند کرد که این آموزش ها رو به صورت سمینار، به صورت کارگاه های بزرگ برای نتورکرها برگزار بکنیم. از این جهت که هم تجربه خودم این رو نشون میده، موفقیت هایی که خودم داشتم و در نهایت تجربه تدریس 2 دوره سلاطین واقعا نتایجی که دوستان گرفتن حیرت انگیز بوده و برای من خیلی جذاب بوده. خدا از این بابت شکر. من 3 تا راهکار رو اینجا مطرح میکنم و عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. اولین راهکار برای این که در بازی نتورک مارکتینگ و بزرگتر و کلیتر در بازی کسب و کار و بازی زندگی موفق و برنده باشیم. شماره 1: کتاب بهش معرفی کن. یه فایل صوتی براش بفرست. بگو فلان اینو گوش بده، شاید حالت خوب شه. یه فایل انگیزشی براش بفرست. شاید حالش خوب شه. بهش کمک و ذهنیت و کمک داشته باش. نه فقط به نتورکرها. به هر کسی که میشناسی کمک کن. به هر کسی که میشناسی. نه اینکه کار و زندگی تو ول کنی، نه، تو مسیری که داری زندگی میکنی، تو مسیری که داری کسب و کار میکنی، کمک کن به هر کسی که فکر میکنی به کمکت نیاز داره. چرا؟ نه به خاطر اینکه اونو فکر کنن تو عجب آدم گلی هستی، نه، تو نیاز داری به این کار. حالا من دلیل علمیشو میخوام براتون توضیح بدم. ما برای اینکه توجیه کنیم کارها رو، اتفاقات دنیا رو بتونیم توجیه کنیم و دلیل براش پیدا بکنیم، به همین خاطر به دانش فیزیک نیاز داریم. اصلا دانش فیزیک برای همین به وجود اومد که بتونه توجیهی باشه برای کارهای بشر، بتونه دلایل رو براش پیدا بکنه. ما تا پیش از این از فیزیک استفاده میکنیم به اسم فیزیک نیوتن یا در واقع فیزیک ارسطویی و جدیداً داریم از فیزیک استفاده میکنیم در جهان بعد از آلبرت اینشتین به اسم فیزیک کوانتوم. این آزمایش که میخوام مطرح کنم براتون اتفاق افتاده. 2 تا آب میوه فروشی کنار هم بودن، 2 تا معجونی کنار هم بودن، جفتشون یه محصول میفروشن، جفتشون با هم رقابت میکنن، یعنی هرچی این میاره اونم میاره، هرچی اون میاره اینم میاره و جفتشون از یک اصول پیروی میکنن. مثلا مغازه‌شون شبیه همه چیشون یکسانه، اما این یکی خیلی پول در میاره، مشتریاش بسیار زیاد، اون یکی نه. اینجا فیزیک نیوتن نمیتونه پاسخگو باشه که چرا، اما فیزیک کوانتوم میتونه پیدا بکنه. قوانین این جهانی که ما داخلش هستیم بر اساس کوانتوم فیزیک شکل گرفته.
یعنی ما هر آن چیزی که در هستی میبینیم، کهکشان ها، نمیدونم سیارات دیگه، همه اینا 10% کل هستیه. 90% قابل دیدن نیست، با چشم نمیتونی ببینی. و به همین خاطره که تمام حرف قرآن و ادیان دیگه ایمان به غیبه، ایمان به چیزی که نمیبینی. سوره بقره آیه 3 الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، میگه این کتابیه که هدایتگر پرهیزکارانه و هیچ شکی هم درش نیست. و اینجا پرهیزکاران رو معرفی میکنه. میخوام یه نکته ناب بهتون بگم، همه هستیتون رو بریزم به هم. آیه 3 پرهیزکاران رو معرفی میکنه این شکلی، میگه الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون. 3 تا نشونی میده به پرهیزکاران. اولین نشونه، میگه نماز میخونن، نه روزه میگیرن، نه کار دیگه. اولین نشونش میدونی چیه؟ میگه اونها کسایی هستن که به غیب ایمان دارن، به اون چیزی که نمیبینند ایمان دارن. دومین نشونی، نماز میخونن و انفاق میکنن از آن چیزی که بهشون داده میشه. میگه 3 تا نشونه دارن. 1 از همه مهمتر، به غیب ایمان دارن. 2 نماز میخونن و 3 انفاق میکنن. پس باید به چیزی ایمان داشته باشی که نمیبینی با چشم. حالا شاید یک روز مفصلا در مورد این موضوع صحبت کردم باهاتون. این تا اینجا شما کار دارم. حالا وقتی شما کمک میکنی به کسی، وقتی یک انرژی مثبت، یک اثر مثبت، یک فرکانس مثبت ارسال میکنی، قانون هستی اینه. این قانون هستیه که هر عملی عکس العملی است. هر چی که ارسال کنی بهت برمیگرده، والله که برمیگرده. یه داستانی میخوام براتون تعریف کنم. ما در محلمون، در محل زندگیمون، ما نزدیک یک چهارراه هستیم. نبش این چهارراه یک آرایشگاه بود، هنوزم که هنوز هست. حدود 3-4 ماه پیش این آرایشگاه جاشو عوض کرد به خاطر مشکلاتی که با صاحب ملکش به وجود اومده بود. رفت اونور خیابون، اونجا یه واحدی گرفت، اونجا الان مشغول به کار آرایشگریه. اتفاقا الان مغازه قبلی ایشون که تحویل داد یه آرایشگاه اومده، یه آرایشگر جدید اومده و اینجا مشغول شده. حالا من چون به خاطر اینکه دوست داشتم حالا رونق بگیره کارش، چند باری هست پیش این میرم برای اینکه موهامو کوتاه بکنم. و البته ایشون هم میدونه که مستاجر قبلی که همکارش بود رفته اونوره خیابون. این رو شما تا اینجا در نظر داشته باشید. دم عید بود، من رفته بودم اونجا برای اینکه موهامو کوتاه بکنم برای سال تحویل. بعد منتظر بودم که نوبتم بشه تا برم بشینم رو صندلی. دیدم یه مشتری اومد تو، گفت آقا ببخشید این آرایشگری که قبلا اینجا بود رفته اینجا؟ آرایشگر گفت بله رفته. مشتری پرسید کجا، میدونید کجا رفته؟ آرایشگر با این که میدونست رفته اونور خیابون گفت نمیدونم کجا رفته. من یه لحظه شوک بهم وارد شد که چرا این گفت این حرفو، چرا اینجوری گفت؟ مگه مثلا 20,000 تومان کسی رو فقیر کرده یا ثروتمند کرده؟ تو پرانتز بهتون میگم این یکی از نشونه های اینه که ذهنیت جنگیدن داری، مال اینو اونو میخوای تصاحب بکنی، چیزی که حق تو نیست رو میخوای تصاحب بکنی. اینو گفتم تو پرانتز بهتون بگم. حالا وقتی شما به دیگران کمک میکنی، وقتی کاری که از دستت برمیاد رو انجام میدی، این بهت با انرژی بیشتری برمیگرده. طبق چه پلنی برمیگرده؟ میخوام برای شما امروز یه بحث جالبی بشه، طنز باشه، خندتونم بگیره. تا حالا نشنیدید احتمالاً. کامپوزیشن پلنی که خداوند برای بنده‌اش در نظر گرفته رو میخوام براتون توضیح بدم. خدا میگه هر کسی کار بدی بکنه، پلن خدا برای پورساندهی اینه. حالا شما پلناتون عوض میشه، پلن خدا ثابته. میگه هر کسی کار بدی بکنه، به خاطر اون یه دونه کار بد مجازات میشه. اما اگر کار خوبی بکنه، مثلا انفاق کنه به دیگران، معادل 700
برابرش رو بهش برمیگردونم. این در مورد انفاقه. مثلا شما اگر 1000 تومان به کسی انفاق کنی ببخشی، 700,000 تومان پس بگیری. این طرح پورساندهی خداست. 700 برابر. تازه میگه اگر کارهای خوب انجام بدی، فرکانس خوب بفرستی، انرژی مثبت بفرستی، یه کار خوب بکنی که قرآن بهش میگه عمل صالح، یه کار خوب انجام بدی که جنسش مثبته، پروندت رو پاک میکنم، کارهای اشتباهی که انجام دادی و پاک میکنم، کارهایی رو توش مینویسم که نکردی، مثلا ثوابهایی که نکردی رو برات مینویسم. کدوم تجارتی رو میتونی پرسودتر از این پیدا کنی؟ میگه اگه یه کار بد بکنی به اندازه همون یه دونه کار مجازاتت میکنم، اگه یه کار خوبی انجام بدی یه سری جاها میگه 2 برابر، یه جایی هم در مورد انفاق میگه 700 برابر بهت برمیگردونم. این طرح کمیسیون دهی خداست. به همین خاطره که بهتون دارم میگم تا میتونید کمک کنید که یکی از مهمترین قوانین خدا رو فعال کنی برای خودت. والله قسم اینو من به یکی از بچهای نمیدونم سلاطین 1 یا سلاطین 2 براش این موضوع رو براش توضیح دادم. ایشون یه مقدار رو خودش کار کرد. خدای شما شاهده، به من میگفت حالا خواستی من اسکرین شات پیامشو براتون توی گروه میذارم. میگفت یه نفر به من پیام داد که من میخوام با شما کار کنم. میگفت تو یه گروه تلگرام بودیم، یه آقایی به من یک دفعه بدون که من بشناسمش بهم پیام داد، گفتش که من میخوام با شما کار کنم، من فوق لیسانس فلانم، توی حوزه تحصیلات دارم، مثلا یه سری آدمام هستن که مثلا میخوان با من بیان کار بکنن، من دوست دارم با شما کار کنم. این میشه اون نشونش. خدا میگه رحم کن، رحم کنم بهت. کمک کن، بهت کمک میکنه. به خاطر این میگم. به همین خاطر میگم آقا درگیری تکنیک نشید زیاد. کمک کن به دیگران، صادقانه کار کن، دروغ نگو، مشاور باش نه فروشنده. خدا محبتو داره. خدا میگه کمک به افراد با ایمان وظیفه منه. توی در واقع سوره روم آیه 47 میگه وظیفه منه که کمک کنم به افرادی که ایمان دارن. پس کمک کن تا بهت کمک کنه. روزی برسون به دیگران. آقا یه محصولی مثلا من بارها شده رفتم وارد یه مغازه‌ای شدم، یه جنسی خواستم نداشته، گفتم همکارای شما کیا دارن؟ میگه نمیدونم والا، من نمیشناسم. مگه میشه همچین چیزی؟ به همین خاطره که شما نگاه میکنی اقتصاد الان این بلا سرش اومده، هر کسی فکر خودشه. برعکس من چند وقت پیش رفتم بازار خرید کنم، وارد یه مغازه‌ای شدم که آشنامونم هست، دیدم روی برنج، چون بازار برنج فروشا، رفتم اونجا خرید بکنم، دیدم روی برنج، روی یه مدل برنج 2 تا قیمت زده. دیدم روی روی 2 تا گونی برنج یکسان که یه جنس بود 2 تا قیمت زده. گفتم حاجی چرا این 2 تا قیمت داره؟ گفت اونی که قیمتش پایین‌تره خرید قبل از عیدمه، قیمت اون موقع پایین‌تر بود، این یکی گونی خرید بعد از عیدمه. و شما باید بیای ببینی که مشتری چجوری از سر کوله اینا میرن بالا. این در حالیه که مغازه بغلیش که همکارشه پشه میپرونه، مگس میپرونه. کمک کن تا یه جاهایی بهت کمک کنه که حتی تصورش هم نمیتونی بکنی. والله تصورش هم نمیتونی بکنی. اگر کمک کنی به دیگران چطور هوا تو داره. اگر نه اینکه همش کمک کنی، آقا صادق باش، تو کارت صادق باش، دروغ نگو، یه جنسی بی کیفیت نگو آقا این خیلی خوبه مثلا اینو بخر، برای اینکه تو چک داری بعد چکتو پاس کنی، برای اینکه اجاره دفتر داری بعد اجاره دفترتو بدی. دروغ نگو. صادقانه بیزینس کن.
اگر تو پول در نیاوردی، اگر خدا به اون کمیسیونت برکت نداد، من اینجا تضمین میکنم که اگر تو با صداقت بیزینس کردی، راستشو گفتی، کمک کردی به دیگران، درست بیزینس کردی، کاری که باید انجام بدی انجام دادی و خدا بهت برکت نداد، به اون خواست یه ماشین برای خودش تولید کنه، برای مصرف شخصیش، یا نهایتا مثلا برای اقوام و دوستاش. چه اتفاقی برای فورد میافتاد؟ یا استیو جابز مثلا این تحولاتی که در حوزه آیتی و تکنولوژی صورت داده رو به طور مثال فقط آیفون رو فقط برای خودش، یه دونه دستگاه برای خودش درست میکرد، برای دل خودش. خب چه اتفاقی برای اپل میافتاد؟ یا بیل گیتس فقط یه کامپیوتر یا یه ویندوز برای خودش درست میکرد. این هیچ کدومشون این کار نکردن. بیل گیتس نه تنها نگفت یه دونه درست کنم برای خودم، این شعار رو سرمشق و سرلوحه خودش قرار داد که میخوام در هر خونه یه دونه کامپیوتر باشه. نه فقط بیل گیتس، بلکه تمام افراد موفق زیاده خواه بودن. البته زیاده خواه بودن با دنیا پرستی و تجمل پرستی تفاوتش بین زمین و آسمونه. به همین خاطر من اول گفتم زیاده خواه باش در جهت گسترش جهان. یعنی زیاد بخواه برای اینکه جهان رو گسترش بدی. آقا بگو من میخوام یه سوپر کارخونه بزنم. چرا؟ چون میخوام این همه آدمو استخدام بکنم، سر سفره‌هاشون برکت ببرم، سر سفره‌هاشون نون ببرم، اشتغال زایی بکنم. زیاده خواه باش، زیاد بخواه. نه فقط تو نتورک مارکتینگ، بلکه تو تمام مشاغل انسان‌ها به اندازه خواسته هاشون رشد میکنن، به اندازه اون چیزایی که میخوان رشد میکنن. تمام آدمای موفق به 2 دلیل عمده خیلی سوپر موفق شدن. 1 باورهای بزرگ، 2 خواسته های بزرگ. به همین خاطر به جایگاه‌های بزرگ هم رسیدن. اما شاید مثلا راحت بشه گفت 80% آدما یه سری خواسته ها دارن ولی نصف و نیمه ولشون میکنن. خواسته هاشون کوچولوئه، هدفاشون کوچولوئه، اصطلاحاً هدفاشون سیاهی لشکره، کاغذ سیاه کنه، هدفاشون کوچولوئه، چیز زیادی نمیخوان. من چند سال پیش یادمه با یه پیرمردی صحبت میکردم، میگفت پسرم 70 سالمون شد هیچی نشدیم. گفتم پدر جان قرار بود چی بشی؟ گفت ها؟ گفتم قرار بود چی بشی که نشد؟ مثلا قرار بود دکتر بشی نشدی، قرار بود خلبان بشی نشدی، قرار بود مهندس بشی نشدی، قرار بود چه چیزی بشی که الان نشدی؟ هیچی نگفت. می‌بینی هدف‌ها کوچولو، خواسته ها کوچولو، هر چی هم دارن نصف و نیمه تا به یه مانع برخورد میکنن، 4 گوشه زمین موفقیت رو میبوسن و میذارن کنار. هدفاشون کوچولوئه، هدفاشون سیاهی لشکره، فقط کاغذ سیاه کنه هدفاشون.
یه دونه هدف بزرگ ندارن، به همین خاطر کار بزرگی ازشون سر نمیزنه. هدفشون کاغذ سیاه کنه. مثلا ما یادمونه بچه‌ها قبلا کار میکنیم، برنامه میگرفتیم، مثلا میگفتیم لیست برنامه هاتون رو بنویسید، مثلا بفرستید هر شب، ایمیل کنید. مثلا میگفت ساعت 8 از خواب بیدار میشم، تا 9 صبحونه میخورم، 9:30 تا مثلا 9 تا 9:30 مثلا این کارو میکنم، 9:30 تا 10. میگفتم چرا ایمیل پر کن مینویسی؟ مثلا میخوای فقط ایمیل رو پر کنی؟ کار اصلی تو بنویس. یا مثلا رزومه بعضی از اساتیدی که میخونی، مدیر عامل فلان شرکت، رئیس هیئت مدیره فلان شرکت، مدیر سایت فلان شرکت. خب همین یکیه که الان سایت مال توئه، شرکت مال توئه دیگه. چرا 4 تا 5 تا عنوان برای اینکه رزومه پر کنن، بگن ما خیلی گنده ایم، ما خیلی خفنیم، همه رو زدیم داورم دنبال کردیم. خب حالا این در مورد آدمام هست، خواسته هاشون کوچولوئه، خواسته هاشون نصف نیمه ول میگه، سیاهی لشکر هدفشون، یه دونه هدف بزرگ ندارن، به همین خاطره که کار بزرگی ازشون سر نمیزنه. زیاده خواه باشید بچه‌ها، زیاد بخواید. خدا تو قرآن میگه وسخرنا لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. به تسخیر تو در آوردم زمین و آسمون رو. و زمین و آسمان، زمین خاکی و آسمانی که ما میبینیم منظور نیست. میگه این هستی رو به تسخیر تو در آوردم. پس زیاد بخواه. آدمایی که گنجیشک روزی ان، کاسه برنجشون کوچیکه، هیچ سهمی ندارن از دنیا. زیاد بخواید. هر چیزی که بخوای بهتون داده میشه، هر آن چیزی که بخواید. من الان از شما یه سوالی دارم. آیا گوسفند میتونه به پرواز فکر کنه؟ قطعا نه. چرا نمیتونه بهش فکر کنه؟ چون اصلا نمیتونه بهش برسه. بنابراین شما اگر یک موضوعی رو میتونید تصور کنید و تخیل کنید و تجسم کنید، یعنی استعداد رسیدن به اون رو دارید. اگر یه چیزی رو میتونید تو تصورت بیاری، اگر میتونی یه چیزی رو تصور کنی، یه تصویری رو بیاری جلو چشمات، اگر بتونی این کار رو بکنی، تو میتونی به اون برسی، چون جرأت داری اینو فکر کنی بهش. ولی اکثر آدما جرأت نمیکنن به خواسته هاشون فکر کنن، حتی از حریف ذهنیشون هم کتک میخورن. یعنی چی؟ یعنی که نه بابا اگه نشه چی، منو بنز، منو مرسدس، منو مثلا گوشی ورتو، منو مثلا خرید از پاساژ مریم تو تهران، منو خرید از مدرن لاهیه، بابا ما کجا و اون کجا. خیلی حتی از حریف ذهنیشون هم کتک میخورن، نمیتونن حتی بهش فکر کنن، اینا نمیتونن برسن. ولی اگر تو میتونی جرأت فکر کردن و تصور در مورد چیزی رو داری، در مورد یک خواسته رو داری، قطع به یقین بدون که بهش میرسی. زیاده خواه باش، زیاده خواه باش. شاید چند روز آینده من یک مصاحبه خیلی زیبا و کوتاه البته از خانم انوشه انصاری، اولین زن فضانوردی که پا به خارج از سیاره زمین گذاشت و رفت کهکشان و قدرت و عظمت خدا رو دید، رو براتون بذارم. شاید خیلی قشنگ در مورد نیروی تصور و تخیل صحبت میکنه این زن بزرگ. Oh, say can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight o'er the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rocket's red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there.
گاندی الگوی مالی خوبی نیست. استراتژی گاندی، یعنی واقعا اگه هندوستان با تفکر گاندی میخواست پیش بره، همین الان از بدبخت‌ترین کشورهای جهان بدبخت‌تر بود. میدونید چرا؟ چون کلا گاندی با تفکر مصرف گرایی مخالف بود. با مصرف میگه تو وقتی مثلا خودش یه دونه حالت حوله مانند مینداخت دورش دیگه، میگه وقتی تو میتونی یه دونه پارچه دورت بندازی چرا 2 تا پارچه داشته باشی، چرا 2 تا لنگ داشته باشی؟ نه کت شلوارو میگه چرا 2 تا، یه دونه لنگ داشته باش کافیه دیگه. میگه چیکار، هم یه دونه برات کار میکنه دیگه. به همین خاطر اوشو گفت من دلیل مخالفتم با گاندی اینه که گاندی فقر رو ترویج کرد و تبلیغ کرد و من ثروت رو ترویج میکنم، من ثروت رو تبلیغ میکنم. پس هیچ وقت گاندی، نیلسون ماندلا، چگوارا اینا اگر تو حوزه اراده، تو حوزه وطن پرستی، تو حوزه عزت و قدرت و نفوذ کلام میخواین از این استفاده کنید، اینا عالی هن. ولی اصلا الگوی مالی خوبی نیستن، اصلا به هیچ وجه. هیچ وقت آدمایی رو الگوی مالی خودتون قرار ندید که با بدبختی و با زندان رفتن و با نمیدونم اتفاقات بد به موفقیت رسیدن. الگوهایی رو انتخاب کنید که خیلی ساده، بدون شکست‌های زیاد، خیلی راحت به هدفشون رسیدن و این الگوها خیلی زیادن. یکی از بزرگترینش آلبرت اینشتین، یکی دیگهش توماس ادیسون، یکی دیگهش ریچارد برانسون، یکی دیگهش رابرت کیوساکی، که هم اینا همشون عشق و حال کردن، هم کمترین شکست رو خوردن و هم عالی زندگی کردن، ثروتمند زندگی کردن و ثروتمند از دنیا رفتن. یعنی حواستون باشه از چه کسی خط فکری میگیری. هیچ وقت نمیتونی با تفکر گاندی، هیچ وقت نمیتونی با تفکر نلسون ماندلا، هیچ وقت نمیتونی با تفکر چگوارا رشد بکنی و ثروتمند بمونی. هیچ وقت نمیتونی. پس بگردید الگوهای مالی خوب پیدا کنید و میارزه که برید بگردید، شاید نیاز بشه روزها بگردید تا پیداش بکنید. اون کسی که میخوای زندگی نامه آدمای موفق رو بخونید، میتونید راحت پیدا کنید الگوهاتون رو. پس الگوی مالی خوب انتخاب کنید. یک بار با هم مرور میکنیم. خدمتتون عرض کردم که ما در جنگ نیستیم، ما با کسی سر جنگ نداریم، ما با هیچ کس سر جنگ نداریم. نه با تیمی سر جنگ داریم، نه با شرکتی سر جنگ داریم، نه با کشوری حتی سر جنگ داریم. تو حوزه نتورک منظورمه. همه اینا همکارای منن. من همکار دارم. چند تا شرکت توی ایرانه، به تعداد شرکت من این همه آدم همکار منن. همه اینا رو من دوست دارم، به همه اینا من کمک میکنم. چرا من با کسی بخوام رقابت؟ چرا من با اینو بخوام رقابت بکنم؟ رقابت در جهت بهتر شدن و امتیازات بهتر به مشتری دادن و نزدیکتر شدن به مشتریه. نه برای اینکه من اینو بکوبم اونو بکوبم که بالا دیده بشم، نه اونو تخریب کنم که بالا دیده بشم. اصلا من با هیچ کسی من نتورکر که نماینده شماها هستم، با هیچ کسی سر جنگ ندارم، با هیچ تیمی سر جنگ ندارم، با هیچ شرکتی سر جنگ ندارم. هر کسی مسئول کارهای خودشه. اگر کسی میاد برای من شاخ و شونه میکشه و لاتبازی در میاره و تهدید میکنه، این مربوط به خودش میشه. خب ما میذاریم اینا رو کنار. ما فقط تمرکزمون روی هدفمونه، تمرکزمون روی مأموریتمونه. مأموریتمون چیه؟ 1. سبک زندگی خودمون و استاندارد زندگی خودمون رو بیاریم بالاتر. 2. همین رو به دیگران هم آموزش بدیم، همین رو به دیگران هم هدیه بدیم. پس ما با هیچ کس سر جنگ نداریم. ما در یک بازی قرار داریم. زندگی دنیای ما بازیه و این بازی قوانین داره. قوانینش بسیار زیاده. همه موضوعات رو نمیشه واقعا توی پادکست گفت. تو دوره سلاطین من خدمت کسایی که آموزش دوست دارن ببینن و برای خودشون ارزش قائل هستن خدمتشون عرض خواهم کرد. ولی 3 عنوانی که نیاز به توضیح خیلی زیاد نداره رو من اینجا خدمتتون عرض کردم. 1. برای همه خوبی بخواید، به همه کمک بکنید، فرکانس مثبت، انرژی مثبت، کار خوب انجام بدید. چرا که این نتیجهش رو خواهید دید. چرا که نتیجهش بهتون برمیگرده.
ما از حکومت خدا خارج نیستیم. هر کاری بکنیم در حکومت خدا هستیم. هر کاری بکنیم در پرونده ما ثبت خواهد شد. خدا آشکار و پنهان ما رو میبینه و میدونه و هیچ وقت نمیتونیم خدا رو گول بزنیم. نه خودمون رو میتونیم گول بزنیم، نه خدای خودمون رو. پس برای همه خوبی بخوایم، به همه کمک بکنیم. 1. 2. زیاده خواه باشیم برای اینکه به گسترش جهان کمک کنیم. ببینید اگر شما بخواید یک ویلای سوپر لوکس بسازی، میدونید چقدر شغل رو درگیر میکنی؟ از بنا و نقاش و نجار و نمیدونم فروشنده‌ای که صوتی تصویری قرار ازش بخری، فروشنده‌ای که لوازم خونگی باید ازش بخری، کلی شغل رو درگیر میکنی فقط به خاطر که یه ویلا میخوای بخری. اگه یه ماشین خارجی بخوای بخری، میدونی به چند نفر آدم کمک میکنی؟ به اون کمپانی کمک میکنی، به اون ترخیصکاری که تو گمرک شهید رجایی میاره کمک میکنی، به اون فروشنده کمک میکنی، به خیلی کمک میکنی. پس زیاده خواه باش تا به گسترش جهان کمک کنی. 2. 3. الگوی مالی خوب انتخاب کنید. الگوهایی رو انتخاب نکنید که با زجر و بدبختی و زندان رفتن و با مصیبت به هدفشون رسیدن. الگوهایی رو پیدا کنید که به راحتی، با لذت، زندگی سراسر لذت داشتن تو مسیرشون، عاشقانه زندگی میکردن، با لذت زندگی میکردن و در نهایت به هدفشون رسیدن و ثروتمند زندگی کردن و ثروتمند مردن. این افراد رو به عنوان الگوی مالی خودتون قرار بدید. چه گوارا به درد الگوی مالی نمیخوره، نلسون ماندلا به درد الگوی مالی نمیخوره، گاندی به درد الگوی مالی نمیخوره. هر کسی که میگه من ساده بدون دردسر، بدون که بخوام سختی زیادی بکشم به هدفم رسیدم رو انتخاب بکنید. آلبرت اینشتین ها رو انتخاب بکنید، ریچارد برانسون ها رو انتخاب بکنید، رابرت کیوساکی ها رو انتخاب بکنید، توماس ادیسون ها رو انتخاب بکنید. اینها میتونن الگو باشن و به غیر از اینها من کد بهتون دادم. هر کسی که میگه من آقا راحت به هدفم رسیدم، بدبختی نکشیدم، شکست خاصی نخوردم، مصیبت نکشیدم، زندان نرفتم به خاطر هدفم، اینا به درد نمیخورن. چون شما ناخودآگاه دوست داری مثل اونا بشی، پس شما هم باید بدبختی اونو تحمل بکنی. پس شاید باورتون نشه خیلی‌ها تو این نتورک سال 88 عاشق این بودن که برن زندان، بگن آقا ما رو گرفتن، ما در راه مسیر نتورک زندان رو هم تجربه کردیم. خیلی دوست دارن این کارو، خیلی عاشق این گفتن اینجور مسائلن که بیان بگن آقا ما بدبختی کشیدیم تا به هدفمون رسیدیم و این اصلا الگوی خوبی نیست. افرادی رو انتخاب بکنید که با آسایش، با آرامش، با لذت به هدفشون رسیدن و اگر شک دارید که این افراد وجود داره، برید بپرسید، برید تحقیق کنید. کسایی رو انتخاب، پیشنهاد من به عنوان برادر به شما اینه، کسایی رو انتخاب بکنید که با لذت به هدفشون رسیدن، با عشق به هدفشون رسیدن، نه با بدبختی و فلاکت. خیلی خوشحال شدم که باهاتون صحبت کردم. امیدوارم که دیدگاه خوبی رو بهتون داده باشم. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. بشارت بده به بندگان من که صحبت‌های مختلف، استراتژی‌های مختلف رو میشنون و بهترینش رو انتخاب میکنن. این یک دیدگاه بود، یک استراتژی بود که خدمت شما تقدیم کردم. اون استراتژی رو انتخاب بکنید، اون نگرشی رو انتخاب بکنید که براتون نتیجه حاصل بشه. ببین ما میخوایم نتیجه بگیریم. این یک استراتژی، یک نوع دیدگاه، میتونید ازش استفاده بکنید و امیدوارم که در هر شرکتی هستید، در هر تیمی هستید، بدرخشید، لذت ببرید و پول در بیارید و کمک کنید به دیگران که اونها هم پول در بیارن و بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. امیدوارم در هر جای این کشور هستید شاد، ثروتمند و سعادتمند باشید. خدا یار و نگهدار. مرسی که تا آخر ویدیو همراه ما بودین. دوستان لایک یادتون نره، توی چنلمون سابسکرایب بکنید و کامنت انگلیسی بذارید.